در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه مصر فتح شد و دریای نیل خشک شد. هر سال دریای نیل خشک می شد. مردم مصر یک دختر زیبا را گرفته، تنه او را با جواهرات قیمت بها آرا داده در این دریا می گذاشتند. بعداً آب دریا جاری می شد و دختر زیبا را غرق کرده هلاک می کرد. خلاص همین طور آب این دریا جاری می ماند تا سال دیگر. شیطان در این دریا تصرف داشت. این بار وقتی که آب دریا خشک شد در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه بود. مردم مصر نزد عمرو بن عاص آمدند و گفتند دریای نیل خشک شده است، ما باید یک دختر را قربان کنیم. حضرت عمرو رضی الله عنه گفت اسلام ظلم را اجازت نمی دهد و به حضرت عمر رضی الله عنه پیام نوشت که دریای نیل خشک شده است و طریقه جاری شدن این دریا چنین است که هر سال وقتا که خشک می شود مردم مصر در این دریا یک دختر را قربانی می کنند، سپس آب این دریا جاری می شود. حضرت عمر رضی الله عنه دو پیام نوشتند. یکی برای عمرو بن عاص گفت که تو کار خوب کردی، این طور کردن در اسلام اجازت نیست، یعنی ظلم. و دویم پیام را برای دریای نیل نوشت. سبحان الله، امروز پسر پدر را گوش نمی کند، دختر مادر را. اما خلیفه وقت حضرت عمر رضی الله عنه دریای نیل را پیام نوشته ایستاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر. پیام از جانب بنده الله عمر بن خطاب امیر المؤمنین برای دریای نیل مصر. ان كنت تجری من قبلك فلا تجری. ای نیل، اگر تو با طاقت و توانایی خودت جاری می شوی دیگر جاری نشو. و ان کان الله الواحد القهار یجریک. و اگر تو با امر الله عمر جاری می شوی من الله هم را می گویم که تو را جاری کند. و گفت عمرو بن عاص را که این پیام من را در دریای نیل بگذار. شب پیام را گذاشتند در دریا. سحر مردم دیدند که دریا جاری است. برادران عزیز، دوستی بود با الله. دوستی با الله جل جلاله خوشبختی دنیا و آخرت است. دوستی با الله جل جلاله یگانه راه حل همه مشکلی های دنیا و آخرت است و این دوستی را ما می توانیم آموخته تنها و تنها از سیرت و زندگی مبارک امام الانبیاء رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. این نوار را نشر کنید و در ثواب شریک شوید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.